دایما شکر خدا کن تو اگر داری پدر، خاک پایش توتیا کن تو اگر داری پدر. السلام علیکم بیننده های عزیز. امروز پای برده درخت قدما در دهه آقسای زیبا هستیم برای تبریک کردن مولای انا همین دهه. یکی از فعالان دهه امروز شادی بابا حاجی بابا را تبریک گویی از نام فرزندان نبیره ها و نزدیکان تبریک میکنیم. آن لحظه ها را همراه شما به هم میبینیم. با ما باشید. السلام علیکم پدر، مادران عزیز، السلام علیکم مهمانان خانواده شادی بابا. و امروزه زادروز به میلاد عمر بابا جان عزیز ما مولای علمی کلان دهه آقسای خوش آمدیتان میگوییم. برای بابا جان تخرصت زنیم پیش شما تکلیف میکنیم. مرحبا بیایید سر شنید شما مهمانان به حضور شده استراحت کرده. بابا جان عزیز السلام علیکم، زادروزتان مبارک، مولود خجسته را مبارک باد میگوییم. امروز از نام این خیل پدردارها بهر هر یکی شما میرسانیم. دایما شکر خدا کن تو اگر داری پدر، خاک پایش توتیا کن تو اگر داری پدر. بهره گیر از هر سخنهای فرنگ انگیز او، زیر پایش سجده ها کن تو اگر داری پدر. امروز فرزندای عزیز شما بابا جان عزیز شادی بابا از همه خوشبخت هستند. در سر چنین دعاگوی دارند، چنین فرشته خاندان پیری خاندان دارند. هیچ وقت خستگی را نبینید. زادروزتان همیشه مانند امروز پر از خرسندی ها که گذرد. باز 120 سال عمر دیگر را بینید و در این خیل روزهای خرسندی، در این خیل باد و هوای زیبا در کوهستانی آقسای اومده شما تبریک کردن گیریم. امروز روز مبارک. امروز از نام فرزندان عزیز، از نام نبیره های شیرین، کلین پاشاها، دامادها، از نام عبیره ها شما را تبریک میگیم. گفتن که بابا جان ما تا انامین دم فقط دعاگوی ما هستند. از این بعد هم فقط دعاگوی شده، سر و بری ما شده، مصلحتچی به منت ما شده گردند. هیچ وقت درد و غم سرشان درد را نبیند، چشمانشان نم را نبیند. برای پدر عزیزی ما باشد رسانید که چشمهایی از محبت نورشرار دارد پدر، سینه ای مانند آتش شعله‌ور دارد پدر. با نگاهش پی برد از حال فرزندان خود، از همه راز نهانی دل خبر دارد پدر. با وجودش ذره نامردمی موجود نیست، جز جوانمردی کجا فکری دیگر دارد پدر. بهر اقبال و سعادت در نبردی زندگی، از سر جانی عزیزی خود گذر دارد پدر. در بینایی خاندان بر شهستون مانند همه، روزگاری هستی ما را بسر دارد پدر. پدر جان عزیز امروز روزتان مبارک. هیچ وقت از صف انوخه دوستان و جوره هاتان کم نشوید. امروز نه 16 سالش نمی 18 ساله می کدامش 18 ها 18 حالا 18 ساله. خدا کند که 120 ساله شوید و الان خیلی روزهای خرسندی و آمده فقط شما تبریک کردن گیریم. امروز روزتان مبارک. امروز برای شما در روی دنیا که از همه کتاب قیمت بهاترین که با نام کتاب قرآن است برای شما تیار کرده آوردیم. یک تا مهمانا خرسه که بلند زنیم اگر میسپاره. مرحبا. مبارک باشد. البته رمزی تشکر برای چنین مردی خیرتمند، برای چنین مردی فعال که در هر یک روزهای مردم در خدمت هستند. از نام فرزندان که برای هستیتان شکرانه کرده انم خیلی جامعه های زرین را تیار کردن. مرحمت برای شما همچون رمزی تشکر از نام فرزندان قبول کنید. مرحمت.
باشد. حاضر می‌بینیم که من در اینجا فعالان دهه آقصای حضور دارم، استادان عزیزی ما، تمام امک ها می‌خواهیم یک تا نیت‌های نیکشون را شنویم. کلاسیک‌های صنف کدامشون بودن که اجازه زنم تبریک با مرحبا بید امک جان عزیز، باز یک پیری نورانی ان همین دهه آقصای عزیزی ما. السلام علیکم میگویم. مرحبا. همدهگان عزیز، من ملا بابا را از جوانی میشناسم. یکمین همین خیل مردی شدگن که برای دهه آقصای نوری آفتاب، نه نوری لامپوچکا، نوری سوید را آفریدن. قریب 10 سال با یک موتور کهنه خلق آقصای شبش را روز کردن. این با سبب بلند هست می. غیر از این وقتی که سالها گذشت رانندگی را یاد گرفته، اولین شده ماشین را راندن. من با یادم هست وقتی که میدیدم از نوایی با ماشینشون ژیژینی گاز برین برای پخته سیغلی آورده ریختن. وای برای انسان جدا هم ضلال کلان داشت، لیکن همون نگاه نکرده قریب 15-20 سال کار کردن. بعد از این وقتا که به نفقه برآمدن، اکنون به دهه آقصای با دعای خود من آنها را یاد میکنم گفته ملاگی قشلاق را به ذمه گرفتن. یکی از ملاگی از همه مشقت ترین وظیفه، شب را نه روز را نه، در نصف شب هم آمده ملا بابا میبردن. در یگان مراتبه نه من بیمارم، نه من این خیلی شدگی گپش رو نشنیده. تمام خلق آقصای، تمام خلق اطراف من آبی چشمه میگن، چشمه آب از این کس منت دارن. ملا بابا هزاران برای خدمتتون راضی. من همین روز عبارت ملا بابا را اگر بی‌ملال باشد دهه آقصای در ایشان بابا گفته اعلان میکنن. با ایشان بابا ملای آقصای شریف شادی بابا محمد شریف زاده با مناسبت 80 سالگی زادروزشان. مبارک باد زادروزتان، بخواهم بخت فیروزتان، فراموش ناپذیر بادا همه روزتان چو امروزاتان. از طرف مؤلف با شما من اینجا در آقصای لنگی پوت پروت میگن یول باشلاوچی این کتی کتابی یر و سبا اینامی سبا اینامی که من نوشتم با این به زبانی و یکلش نداری. وقتی که من این کتاب میبرارم گفتم و خونی ملا بابا رفتم، همسرشان گفتن که با من یک کتابی ازبکی فرستان. من یک کتاب تیمورچیلر پیری حضرت داود زیارتگاهی من اینجا نوشتم. حرمتلی ایشان بابا شادی ملا محمد شریف اوغلیگه استالی گوچون کمال احترام ile muhaliften keksali goyi doyum nurafşon farzanlar kutup şad farzanlar tuğulgan kunizge şadon yüzge kiring aziz atacan abadi yaşayın bu Aksoy'da umringizde koring bizlerimize dua kubirin. Merhamet. Xay bu yaşam ben kalmak. Xay. Yanga şehirde bu sefer bana bir resmi vadan listen çıktım buldu. Davut Boğanyam. Xo'p. Endi farzandlar haqida. Hamma farzandlar Mulla Bobodan shodon, rozi. Barcha farzandlarni uyma-uy, joyma-joy qilib boshni ko'tarib yurish har kimga ham nasib qilmaydi. Mulla Bobodan Allohdan yuzga kirishni tilayman. Ilohim farzandlar hamaga xizmatda bo'lsinlar. Xudovandi Karim faqat dar xizmati jonpisar naqli javoni bosh zebi buston میوه‌های شکرین ده از تو امیدم کلان. یک جوان شو بین خلق بالا کرده سر پدر گوید با احترام دارم پسر چند تا نیوره شده چند تا ایوره خودتون گوید به آخر به حساب و از این هم از الله با شکر با حسمی بنابراین از نام دهه اکرم آباد
از نام دهه پوشکین پایان، از نام دهه آقسان، نه، از نام تمامی خلق چشمه آب در همینجا زندگی شو چشمه آب داشت دیگه برچه اعلام sizga ta'zim, sizga ming ta'zim. rahmat hazor rahmat میگیم. سلامت باشند. البته برای تبریک کردن باباجان عزیزی ما حاجی بابا خواهرشان را تکلیف میکنیم. مرحمت خال به خالش ما را به صحنه تکلیف میکنیم. میخواستیم در روز خرسندی نیت های نکویتان را شنویم و البته تیار شوند نبیره های شیرینشان. مرحمت. السلام علیکم میمونان عزیز، خوش آمدید به جشن 80 سالگی برادرم. خوش آمدید. از ته دل تحسین و تنها میکنیم که به ما برادر نه به جای پدرم. کوشانه من دروازه بلندی خانه ما پدرم، به جای پدرم میدونم. برادرم یک تام، یک خواهر و یک برادر هستیم. 1001 دادران الهیم حضور فرزندا بینم وقتی همه مونده ساخت سلامت باشند، سرشون درد نبینند، دلشون غم نبینند الهیم. همیشه خورخند که به وقتی خوش به دماغی چاق در سرما سرباز شده گردن الهیم. رحمت کلام هم یک کتاب یک توفه نوعی سمکت داریم کرد. السلام علیکم خشتباران عزیز. من امروز در 80 سالگی تقا جانم جمع اومده ایم. میگن که تقا به جای پدر به شما عمر دراز میطلبم، رزق فراز میطلبم. حضور فرزندا بینید، نمک در کام ها شیرین تر از شهد و شکر گردد، جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد. پدر در کودکی از شوق دل دستی پسر گیرد، به امیده که در پیری پسر دستی پدر گیرد. من امروز پسران شما، عصای شما عزت و حرمتتون به جا آورده استادن، همیشه تشکیل کردن. عمر دراز بینید، خورشید صفت بسا جهانگیر شوید، 100 ساله شوید و بعد از اون پیر شوید. رحمت بارک الله. هزار رحمت میگویم. تشکر، مبارک باشد. کنی نبیره ها تیار می یک قطار شده استیم کنی؟ بیایید از جان بابا جانشان. مرحبا. سلام علیکم مهمانان و مزمانان عزیز. بابا جان امروز روزی زاد روزتان تبریک و مبارک می نمایم. الها 100 ساله باشه، در سر ما دایم صحت و سلامت باشه. رحمت. تشکر میگویم. اکنون فرزندان عزیزشان را و نزدشان تکلیف میکنیم. من در اینجا نیت کرده شیرینی زیبا را 80 سالگی حاجی بابا کرده آمدن برای بابا جان عزیز. یک جای این شیرینی را میبریم، از آن تناول میکنیم، بعد از آن رقص و بازی خرسندی میکنیم. بیارید پیششان به نزدیکتر شیرینیه. مرحمت. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. مرحبا. در کارده هم ما میدانیم یک جای میبریم شیرینیه. مرحبا. مبارک باشد. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. زادروز مبارک. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
مبارک باشد. حاضر از نام فرزندان نیت‌های نغز و نیکشان را میشنویم. مرحمت شمردکه آغاز کرده می‌دهند. مرحمت. بسم الله الرحمن الرحیم. اول السلام علیکم مهمانان گرامی قدر، هماتون خوش آمدید. بزاد روز حاجی بابا که پدری بزرگوار سند 80 و درآمدن، هماتون به رحمت کلان غیر پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم گفتن که خداوند رازیگشت این پدر و مادر رازیگشت به وابسته گفتن. البته من موهان 9 نفر فرزند هستیم که 5 پسر 4 دختر هستیم. البته حیات دنیا به خدمت مادر کردیم. من تا حاضر خدمت پدر به شده همه ما دعاشون گفتیم. نچاره مادرمان که سند پیغمبر علیه السلام به سند 63 سالگی به از حیات دنیا به آخرت رحلت کردن. البته نچاره این تقدیر خدا بوده است. البته از این روز البته دعای حاجی بابا گفته، دعای پدر بزرگوار گفته، خدمتشون کرده. البته ما از خداوند دایم میپرسیم که پدرمان سال عمرشان دراز شده، سر فرزندا سر نوه‌ها به دعاگوی شده گشتگشون از خداوند میپرسیم. هماتون به رحمت کلان. خوش آمده میمونای عزیز. من پدرم رو با 80 سالگیشون تبریک میکنم. الهیم صد دروی دستری ما سویبون شده گردید. سلام علیکم میمونای عزیز، خوش آمدید. بزرگ روزی پدر جانم هم جای مادرم هم میگیرد. صد دروی دیلویم دسترمون سویبون شده گردید. شما هستید، ما هم خیلی گشتیم، دعاتون گرفته، ساق سلامت گردید الهیم. سلام علیکم میمون عزیز، خوش آمدید. پدر عزیز اجازه که من شما رو تبریک گویم با این 80 سالگی. الها عمر نهایت دراز رو بینید، در سر ما همیشه باشید، راه بلد باشید، همچو آتش شعله‌ور باشید، مثل خورشید سحر باشید. شما سلامتی پردام. خیلی نباشد. رحمت میگیم مهمانان عزیز، بار دیگر شام خوب و خوش و نکو نصیبتان باد. حاضر همراهی حاجی بابا دور نرفته. حالا امروز نو جوان و علم خیل بردم هستید. حاضر همه فرزندها، نزدیکان و دوستان وای سفیدان در اینجا حضور دارند. سرود یک رقصی خوش رو میشود، یک جای می رقصیم. بعض امروز را دوام میکنیم. مرحمت سرودهای رقصی برای شما یا مرحمت.
لا 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 نازم لا زندگانی خوبت با یار جانه لا 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 نازم لا زندگانی خوبت با یار جانه لا لا عزیز امروز پیر ده آقسای را یکی از فعالان ده آقسای را تبریک کرده آن لحظه های خرسندی را پیشکش شما کرده مانند هر روز و هر وقت با ما باشید. امروز بابا جان عزیز مولای ده آقسای شادی بابا حاجی بابا را امروز تبریک کردیم.
مانند همیشگی با چنین پوزیتیو و با چنین کیفیت اعلا در خاندان شما مهمان میشویم. با ما باشید. سلامت باشید. جشنی زاد روز شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادن از آن که روز فیروز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روز فیروز شما. شادند از آن که روز فیروز شما. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. دل شادم از غم همه آزادم، مایان همه دل شادم از غم همه آزادم. تبریک شما گویم از بزم و طرب شادم، تبریک شما گویم از بزم و طرب شادم. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. خوشبختی زمان باشه، ما اهلی هنر خواهیم خوشبختی زمان باشه. در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه، در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه. امروز که روزی جشنی زاد روز شما، در زندگی خوب و خوشترین روز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادن از آن که روزی فیروز شما. دوستان شما جمع شده در پهلویتان، شادند از آن که روزی فیروز شما. شادند از آن که روزی فیروز شما. زاد روز برایتان مبارک مبارک، شادی همه جهان مبارک مبارک. عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست، این روزی نگویتان مبارک مبارک. چشم